First, let me apologize for speaking English. First, I apologize for speaking English. اول از همه بابت صحبت کردن به انگلیسی عذر میخوام. First یعنی اول، ابتدا و نخست که برای شروع حرف یا گفتن اولیه نکته استفاده میشه. Apologize یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواستن، یک فعل. Apologize for یعنی بابت چیزی عذرخواهی کردن. ما همیشه بعد از apologize اگر حرف اضافه بیاد for هست. Speaking یعنی صحبت کردن. ساختار apologize for به علاوه فعل با ing ساختاریه که وقتی میخوایم بگیم بابت انجام یک کاری عذرخواهی میخوایم بکنیم از این ساختار استفاده میکنیم. پس وقتی میخوایم بابت انجام یک کاری عذرخواهی کنیم از ساختار apologize for به علاوه فعل با ing استفاده میکنیم. برای مثال I apologize for speaking English. این درستشه، نه I apologize for speak English. I did Rosetta Stone on the plane, but it hasn't kicked in yet. I did Rosetta Stone on the plane, but it hasn't kicked in yet. من داخل هواپیما روی برنامه روزت استون کار کردم اما هنوز جواب نداده است. روزت استون یک برنامه معروف یادگیری زبانه. do به معنی انجام دادن یا کار کردن روی چیزی. on the plane یعنی روی هواپیما یا داخل هواپیما. ما برای وسایل نقلیه بزرگ مثل هواپیما، اتوبوس یا قطار از حرف اضافه on استفاده میکنیم. hasn't kicked in yet یعنی هنوز اثرش نکرده یا هنوز جواب نداده. kick in یک اصطلاح عامیانه است به معنی اثر کردن یا شروع به کار کردن. yet به معنی هنوزه که در آخر جملات منفی میاد. در اول جمله هم میتونه بیاد که اگر در اول جمله بیاد معنیش با موقعی که در آخر جمله میاد متفاوته. ساختار گرامری جمله hasn't kicked in ساختار present perfect یا حال کامله، یعنی have و has به علاوه not به علاوه قسمت سوم فعل، چون اینجا جملهش منفیه. hasn't has not در واقع. kicked هم قسمت سوم فعل kick هست. در واقع چه زمانی ما از present perfect استفاده میکنیم؟ زمانی که میخوایم بگیم کاری تا الان انجام نشده یا اتفاق نیفتاده. برای مثال I haven't eaten yet من هنوز غذا نخورده ام، یا she hasn't arrived yet هنوز نرسیده. No, Patricia doesn't speak English. Please continue. Oh, Patricia doesn't speak English. Please continue. پاتریشیا انگلیسی صحبت نمیکنه. لطفاً ادامه بده. Doesn't speak English یعنی انگلیسی صحبت نمیکنه. Continue یعنی ادامه دادن، یک فعله. خب ساختار گرامری این جمله زمانش زمان حال ساده منفیه که با doesn't منفی شده. ما برای he و she و it از does و doesn't استفاده میکنیم. حالا یه نکته خیلی مهمی که این جمله داره اینه که زمانی که ما از does یا doesn't استفاده میکنیم فعل ما دیگه اس نمیگیره، اس سوم شخص رو نمیگیره، باید ساده بیاد. یعنی ما نمیگیم doesn't speaks، درستش اینه که بگی doesn't speak. For those of you who haven't met me, I'm Emily Cooper and I'm so excited to be here in Paris. For those of you who haven't met me, I'm Emily Cooper and I'm so excited to be here in Paris. برای کسانی از شما که من رو ندیدن، من امیلی کوپر هستم و خیلی هیجان زدم که اینجا در پاریس هستم. For those of you who یعنی برای کسانی از شما که، این یک عبارت رسمی برای خطاب قرار دادن گروه خاصی از مخاطبینه. Haven't met از نظر ساختار گرامری
present perfect یا حال کامله که قبلا باهاش آشنا شدیم. meet به معنی ملاقات کردن یا آشنا شدنه. I'm excited یعنی من هیجان زده و ذوق زدم. excited یک صفته که احساس شادی و انرژی مثبتی داره. in Paris یعنی در پاریس. ما برای مکان 2 تا حرف اضافه داریم، این و at. حالا تفاوتشون چیه؟ ما از این برای شهر و کشور استفاده میکنیم، مثل in Paris, in France, in Tehran, in Iran، ولی از at برای مکان مشخص استفاده میکنیم، مثلا at the office در دفتر، at home در خونه، at the airport در فرودگاه. پس وقتی میخوایم بگیم من در مثلا پاریس هستم میگیم I'm in Paris شهره. وقتی میخوایم بگیم من در هتل هستم از at استفاده میکنیم I'm at the hotel. I'm looking forward to getting to know each and every one of you, and likewise having you get to know me. I'm looking forward to getting to know each and every one of you, and likewise having you get to know me. من مشتاقانه منتظرم که هر یک از شما رو بشناسم و به همین ترتیب شما هم من رو بشناسید. I'm looking forward to یعنی مشتاقانه منتظر هستم، خیلی دوست دارم. یک عبارت بسیار رایج برای نشون دادن اشتیاق و علاقه به چیزی در آینده. Getting to know یعنی آشنا شدن با یا شناختن. پس get to know میشه به تدریج کسی رو شناختن. Each and every one of you یعنی هر یک و تک تک شما رو. اینجا تاکید قوی داره روی همه افراد بدون استثنا، یعنی میخواد همه افراد رو بشناسه. Likewise یعنی به همین ترتیب یا همچنین که اینجا قیده، و having you get to know me یعنی شما هم منو بشناسید. خب ساختار look forward to وقتی میاد حتما چه اسم داشته باشیم چه فعل داشته باشیم با ing میاد. برای مثال I'm looking forward to meeting you. مشتاقانه منتظر ملاقات با شما هستم. Your name, monsieur? My name is Luke. Yes, Luke. Why are you shouting? Your name, monsieur? My name is Luke. Yes, Luke. Why are you shouting? اسم شما چی آقا؟ که مرده میگه اسم من لوک هست، که دختره میگه امیلی میگه بله لوک. سوالی داشتی؟ که میگه لوک میگه چرا داری فریاد میزنی؟ چرا با صدای بلند صحبت میکنی؟ shout یعنی فریاد زدن، داد زدن. یک فعله یعنی با صدای بلند صحبت کردن. Why are you shouting یعنی چرا داری با صدای بلند صحبت میکنی؟ چرا داری داد میزنی؟ از لحاظ ساختار گرامریش زمانش حال استمراریه، یعنی برای کاری که الان همین لحظه داره اتفاق میفته یا در حال اتفاق افتادنه. برای مثال Why are you crying؟ چرا داری الان گریه میکنی؟ یا What are you doing؟ داری الان چی کار میکنی؟ همین الان داری چه کاری انجام میدی؟ Sorry. Your company works with some of the biggest brands in the luxury sector, from Chanel to YSL. Sorry, your company works with some of the biggest brands in the luxury sector, from Chanel to YSL. متاسفم شرکت شما با بزرگترین برندها در بخش لوکس کار میکنه، از شانل تا YSL. Company یعنی شرکت، مؤسسه. Works with در واقع یعنی همکاری میکنه یا کار میکنه. پس work with یعنی همکاری کردن با. Some of the biggest brands یعنی با بعضی از بزرگترین برندها. biggest یعنی بزرگترین، صفت عالی یا سوپرلاتیو. luxury sector یعنی بخش لوکس. luxury یعنی لوکس، sector یعنی بخش یا حوزه. اگه بخوایم از نظر گرامری بررسی کنیم این جمله رو،
گرامر این جمله حال ساده است که با فاعل سوم شخص هی استفاده شده. ما زمانی که از هی و شی و ایت استفاده میکنیم که اینجا ایت ما کامپنیه، فعل ما اس سوم شخص میگیره، یعنی your company works. your company اشاره به طرف داره دیگه، پس سوم شخص حساب میشه. یا مثلا she works, he plays. ما چون از هی و شی و ایت استفاده کردیم، فعل بعد جمله، فعل بعد هی و شی و ایت اس سوم شخص میگیره. And that makes savoir your company, or, if I may be so bold, our company a brand in itself. And that makes savoir your company, or, if I may be so bold, our company a brand in itself. و این شرکت سوار رو یا شرکت شما، یا اگر اجازه بدید جسور باشم، شرکت ما رو خودش به یک برند تبدیل میکنه. make یعنی ساختن یا باعث شدن. سوار اسم یک شرکت فرانسویه که در فرانسه به معنی دانستنه. If I may be so bold، اگه اجازه بدید جسور باشم، یا اگه بتونم انقدر رک باشم، این یک عبارت بسیار مؤدبانه و رسمیه که قبل از گفتن حرف جسورانه ازش استفاده میکنیم. می به معنی ممکنه یا اجازه داشتن، دو حالت بیشتر نداره، یا برای احتمال یا برای اجازه است. برای مثال it may rain، ممکنه یا احتمال داره بباره. یا may I help you، اجازه دارم کمکتون کنم، این اجازه است، قبلی برای احتمال بود. bold یعنی جسور، جرأتمند یا رک. یک صفت، یعنی به معنی شجاع بودن در گفتن یا انجام دادن چیزی. A brand in itself یعنی خودش یه برنده. In itself یعنی به خودی خود یا خودش یک برند حساب میشه. But to build a brand, you must create meaningful social media engagement. But to build a brand, you must create meaningful social media engagement. اما برای ساختن یک برند باید تعامل معنادار در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنیم. Build یعنی ساختن، بنا کردن. Must یعنی باید یا لازمه، فعل کمکی برای الزام و ضرورت. Create یعنی ایجاد کردن، خلق کردن. Meaningful یعنی معنادار یا با معنی یک صفت، یعنی به معنی دارای معنا و ارزش. سوشال مدیا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی. سوشال یعنی اجتماعی، مدیا یعنی رسانه یا وسایل ارتباطی. انگیجمنت یعنی تعامل، درگیری یا مشارکت که بیشتر در بازاریابی اتفاق میفته. این عبارت must چیه و فرقش با have to چیه؟ must و have to هر دو به معنی باید هستن، ولی must یک نوع باید شخصیه، احساس داخلیه و رسمی تره، یعنی تو ذهنش میگه که من باید این رو تموم کنم. I must finish this. اما have to یک الزام یا باید خارجیه، یک قانون و قاعده است که غیر رسمیه و برای مثال من باید این رو تموم کنم. I have to finish this. meaningful هم یک صفته که گفتیم صفت ها نیز قبل از اسم میاد. May I ask who's responsible for your social media here? May I ask who's responsible for your social media here? میتونم بپرسم چه کسی اینجا مسئول شبکه‌های اجتماعی شماست؟ May I ask یعنی آیا میتونم بپرسم؟ خب یک سوال بسیار مؤدبانه و رسمیه. May به معنی ممکن بودن و اجازه داشتنه. Responsible for یعنی مسئول چیزی بودن. Responsible یعنی مسئول، پاسخگو. خب ساختار May I
یکی از مؤدبانه ترین راه ها برای درخواست اجازه است. برای مثال may I ask، میتونم بپرسم، ممکنه بپرسم. may I come in، میتونم بیام to. may I help you، میتونم کمکتون کنم. پس داره اجازه میگیره به صورت مؤدبانه. Patricia. Makes sense. Anyway, Patricia. Makes sense. Anyway. پاتریشیا که دختره میگه منطقیه. به هر حال یا در هر صورت. Make sense یعنی منطقیه، معقوله یا قابل فهمه. یک عبارت رایج برای گفتن اینکه یه چیزی درسته یا قابل قبوله. Anyway یعنی به هر حال، در هر صورت. یا بگذریم. ما زمانی از این جمله استفاده میکنیم که بخوایم ادامه بدیم همون بحث رو ادامه بدیم. پس anyway یک قیده برای تغییر موضوع یا برگشتن به موضوع اصلی و ادامه دادن آن. it's not just about the number of followers. It's about content, trust, interest, and engagement. It's not just about the number of followers. It's about content, trust, interest and engagement. فقط در مورد تعداد فالوورها یا دنبال کننده ها نیست. در مورد محتوا، اعتماد، علاقه و تعامل هست. It's not just about یعنی فقط در مورد فلانی نیست. عبارت رایج برای گفتن اینکه چیز دیگه ای هم مهمه، نه فقط این فقط مهم نیست، چیز دیگه ای هم مهمه. Content یعنی محتوا، مطالب، پست یا ویدیو. Trust یعنی اعتماد. Interest یعنی علاقه و توجه. Engagement یعنی تعامل و درگیری. Excuse me, but the French are masters of social media. True. Excuse me, but the French are masters of social media. True. مرده میگه ببخشید اما فرانسوی ها استادان شبکه‌های اجتماعی هستن. که امیلی میگه درسته، صحیحه. Excuse me یعنی ببخشید یا عذر میخوام برای قطع کردن حرف کسی یا مخالفت مؤدبانه ازش استفاده میکنیم. French یعنی French یعنی فرانسوی ها. ما وقتی میخوایم درباره ملیت مردم صحبت کنیم د رو حتما میاریم. مثلا میگیم the French، فرانسوی ها. Masters یعنی استادان، متخصصان و کارشناسان. Master یعنی استاد و متخصص. True هم یعنی درست و صحیح. But Americans invented it, which is why I hope to become a valuable member of your team by adding an American point of view to your fabulous French clients. But Americans invented it, which is why I hope to become a valuable member of your team by adding an American point of view to your fabulous French clients. اما آمریکایی ها اون اختراع کردن که به همین دلیل من امیدوارم با افزودن دیدگاه آمریکایی به مشتریان فوق‌العاده و فرانسوی شما یک عضو ارزشمند از تیم شما باشم. Americans یعنی آمریکایی ها. Invented یعنی اختراع کردن. گذشته فعل invent به معنای اختراع کردنه. پس ساختارش میشه زمان گذشته ساده. Which is why یعنی به همین دلیله که، به همین خاطره که داره علت و معلول رو نشون میده. I hope to امیدوارم که یا امید دارم که become a valuable member of your team یعنی یه عضو ارزشمندی از تیم شما باشم یا تبدیل بشم، به یه عضو ارزشمند تبدیل بشم. By adding point of view با اضافه کردن دیدگاه و نقطه نظر. پس point of view میشه دیدگاه و نقطه نظر. Fabulous یعنی فوق‌العاده عالی، یک صفت به معنی خیلی خوب. Clients یعنی مشتریان و
موکلین. کلاینت یعنی به معنی مشتریه به زبان ساده تر. C'est une cata. It's a disaster. این یک فاجعه است و این وضعیت فاجعه باره. disaster یعنی فاجعه، بلا، مصیبت. ساختار it is به علاوه a به علاوه اسم این یک ساختار خیلی ساده است برای توصیف کردن یک چیزی. مثلا It's a disaster این یک فاجعه است. It's a problem این یک مشکله. It's a mistake این یک اشتباهه. یا It's a success این یک موفقیته. It's amazing, isn't it? The entire city looks like Ratatouille. It's beautiful. It's amazing, isn't it? The entire city looks like Ratatouille. It's beautiful. شگفت‌انگیزه مگه نه؟ کل شهر شبیه راتاتویه زیباست. It's amazing یعنی شگفت‌انگیزه، خارق العاده است. Amazing یک صفت به معنی شگفت‌انگیز. Isn't it یک نوع tag question در واقع داره طرفو تحریک میکنه تا جواب بده. Entire یک صفت به معنی کل، تمام یا همه. Looks like یعنی شبیه چیزی به نظر رسیدن. Look like یعنی شباهت داشتن به چیزی. Ratatouille نام انیمیشن معروف پیکسار درباره پاریسه. Beautiful یک صفت به معنی زیبا، قشنگ، خوشگل، جذاب. So beautiful. Hey, how was the first day? Great. So beautiful. Hey, how was your first day? Great. خیلی زیبا، واقعا قشنگ. مرده میپرسه روز اول کاری چطور بود؟ روز اول چطور بود؟ که دختره میگه عالی. So اینجا به معنی خیلی یا بسیاره، یک قید برای تأکید و تقویت صفت. Beautiful یعنی زیبا و قشنگ. How was your day? How was your first day? یعنی روز اول چطور بود؟ منظورش روز اول کاریش بود. که در جوابش میگه great یعنی عالی. Okay, maybe a few things got lost in translation. I mean, it took them a minute to realize I was me and not Madeline, but I really feel like I could be a big asset here. Okay, maybe a few things got lost in translation. I mean, I took them a minute to realize I was me and not Madeline. But I really feel like I could be a big asset here. خب شاید چند تا چیز توی ترجمه گم شد. یعنی منظورم اینه یکم طول کشید تا بفهمن منم و مدلین نیستم. اما واقعا حس میکنم میتونم یه دارایی بزرگ اینجا باشم. Got lost یعنی گم شد، از دست رفت. گذشته get lost به معنی گم شدنه. In translation یعنی در ترجمه، توی ترجمه. Lost in translation یعنی توی ترجمه گم شد. I mean یعنی منظورم اینه که it took them a minute یعنی یکم طول کشید براشون. Realize یعنی فهمیدن، متوجه شدن. That I was me and not Madeline که منم مدلین نیستم. I really feel like یعنی من واقعا حس میکنم. Feel like یعنی احساس کردن. I could be a big asset here. من میتونم یک دارایی و ارزش و منبع مفیدی اینجا باشم. پس asset میشه دارایی، ارزش و منبع مفید. Hey, look what I got. Thank God. You're gonna love Paris. I don't want to spend another day in the most romantic city in the world without you. Hey, look what I got. Thank God. You're gonna love Paris. I don't want to spend another day in the most romantic city in the world without you. هی ببین چی گیر آوردم. پاسپورتشو نشون میده و دختره میگه خدا رو شکر تو عاشق پاریس میشی
نمیخوام یه روز دیگر رو توی این شهر رمانتیک یا توی رمانتیک ترین شهر دنیا بدون تو بگذرونم. Hey, look what I got. نگاه کن چی گرفتم یا چی به دست آوردم. اشاره به پاسپورت داره. You're gonna love Paris. یعنی تو قراره که عاشق پاریس بشی. gonna کوتاه شده going to هست. ما از going to برای آینده نزدیک استفاده میکنیم که به معنی قرار بودن، قصد داشتن یا میخوام که هست. spend به معنی گذروندن یا خرج کردن. spend another day in the most romantic city in the world without you. یعنی من نمیخوام یک روز دیگر رو در رمانتیک ترین شهر در جهان بدون تو بگذرونم. In the most romantic city. در رمانتیک ترین شهر. The most romantic یعنی رمانتیک ترین، سوپرلاتیو صفت عالیه. Without you یعنی بدون تو. I'll be there soon, okay? Hurry. I miss you already here. I'll be there soon, okay? Harry, I miss you already here. زودی اونجا خواهم بود. باشه، عجله کن. همینجا از الان دلم برات تنگ شده. I'll be there soon یعنی من به زودی اونجا خواهم بود. Hurry یعنی عجله کن، سریع باش، فعل دستوری یا امپراتیو. I miss you یعنی دلم برات تنگ شده. Miss یعنی دلتنگ بودن برای کسی. Already یعنی از الان یا همین الان، یه قیده. Mwah. Bye. Bye یعنی خداحافظ. این کلمه‌ای که در آخر صحبت‌ها به کار میره وقتی میخوای خداحافظی بکنی، از این کلمه استفاده میکنی.